یک جوان بسیار آگاه در صحبت ما. موضوع ما دراز عمری است. جناب محمود، من بسیار میخواهم که هموطنان عزیز شخصا من را درست فهمند. تعصب دینی به درجه بر معینه هموطنان ما اثر رسانده است که اونها در همین دنیا خودشون واقعا به مضمون سبکش مهمان احساس میکنند. یعنی مثلا بعضی از اهل روحانیت چنین نظر دارند که عمر انسان قبلا معین شده است. یعنی مثلا عبدالقادر شما 51 سال عمر میبینید و خلاص دیگر خواه پای سلامتی میگردید، خواه حالت روحیتان را درست میکنید، خواه نمیکنید یا میکنید 51 سال عمر میبینید. ولی ما و شما که مثلا از قرآن آگاه هستیم، از علم دین هم آگاه هستیم و از علم زمانوی هم کم کم برخوردار هستیم، میخونیم میبینیم این معنی در هم قرآن عظیم شان و هم در کتاب های مقدس به این معنی تفسیر نمی شود. یعنی از روی نادانی، از روی تعصب، از روی کورکورانه رفتار کردن و از روی بعضی نفرانی که مثلا به خاطر منفعت خود، به خاطر مثلا آبروی خود، نفوذ خود اندیشه ای را مثلا در زمان گفتن پیروی میکنند و عمر خود را بر عبث یا برباد میدهند. من میدونم که شما هم از دین آگاه هستید، هم از علم. خواهش میکنم نظر شما عمر انسان را دراز کردن ممکن است یا نه؟ البته پیش از آن که این مفهوم روشنی اندازیم، ما باید همین روش را در طول تاریخ بینیم. در حقیقت وقتی که انسان دارای عقل شد و دید که پشت مرگ نامعینی است و هم پیدا شد و کوشش آن را کرد که عمر خود را دراز کند. و در حقیقت اگر که ما به هر فرمت مثلا جمعیتی که انسان گذشتانه را نگاه کنیم، می‌بینیم که در حقیقت عمر میانه دوره غلامداری که اپشن ابتدایی 23 سال بود و عمری زمانی مردم در فرمت غلامداری زندگی میکرده 30 تا 40 سال بود. زمان فیودالی نشان داد که از 40 تا 50 سال رسید. جناب کبیری، کارگردان ما اشاره کرده است که در مورد صدا بعضی نقصا پیدا شده است. شاید میکروفون دیگه ما مونیم چون برنامه ما مستقیم است. البته این حالت طبیعی است. خواهش میکنم. البته که بر روند تاریخی نگاه کنیم، انسان دائم توجه کلان داشت به شریعت و درازی عمر، چون که چیزی اساسی که برای انسان معما بود این مرگ بود و همین مرگ نامعینی که پشت همین مرگ بود با انسان را دائم وادار می‌ساخت که عمر خودش را کوشش کند که دراز کند و در این طول تاریخ بشریت که قریب 20,000 سال شد که بشریت با عقل، آدمی با عقل در روی زمین زندگی میکند، این با آن آورده رساند که در حقیقت به بعضی چیزها نائل شد انسان. و البته در دین هم مسئله عمر گفته شده است و خود مرگ هم معنای مهلت را دارد، اجل معنای مهلت را دارد. چون این بود که وقتی که خداوند تنها بود و نور آفرید و از آن نور قلم و لوح و بهشت و جان مومنان را آفرید، در لوح قلم بنوشت آن برنامه‌ای که در دنیا می شود و از آن جمله حرکت‌های خود انسان، عمل‌های خود انسان را و لوح محفوظ کتابی که بالای روی میزی پروردگار ببالید و گفت که از من کی داناتر است در تقدیر.
و خداوند گفت که هر چی بخواهم عوض کنم. بله بله. میگه این نشان داده همه تیغ عالم بیجنبد زی جای، نبورد رگی را نخواهد خدا. نخواهد خدا. یعنی خداوند این بولیدن لوح محفوظ رو که من همه را میدونم گفته، این را با یک سخن خود محو کرد و بشریت را، یعنی انسان را. اگر که بینیم که ما سر کرده از دوره پیدایش خودی رستنی ها تا خود انسان کاملی که خداوند اینا با یک سیستم آفرید، بینید ما میبینیم که دیگرگونی ها را که با ایولوسیون میگویند در رستنی ها هم، در عالم حیوانات هم، در انسان هم میشود. لیکن متاسفانه بعضی از اشخاص دین ایولوسیون رو انکار میکنند. اینی که میگویند که انسان همون خیلی هست، یعنی دیگرگونه میشد. و البته مخصوص در فلسفه دین هست روشی که آن را فاتالیست ها میگویند، یعنی تقدیر چنانی هست همین خیلی میماند میگویند. ولی در اصل ما اگر که با دیدی خیرت با علم نگاه کنیم، هم رستنی ها عوض میشوند، دیگرگون میشوند، شکلشون دیگر میشد، هم عمرشون تاثیر میرسوند. هم حیوانات رو بینیم که مثلا حیواناتی هستند که در آب و آب مطابق شدن، میلیون ها سال گذشت. مثلا خود پینگوین بگیریم، پینگوین وقتی این پرنده بود و انسان هم توانست که بعضی دیگرگونی ها در خود بیارد، از آن جمله در جاده عمر. و حالا در جمعیت حاضره که ما زندگی میکنیم بشریت، عمر میانه در بعضی دولت های ترقی کرده تا 87 رسیده است. جناب محمد، شما تصور کنید و توجه کنید بینندگان عزیز، تا 87 ولی سالی بود که مثلا مردم قشاق بودن، گرسنگی بود، حالتی رویشون خوب نبودن، وضع اقتصادی خیلی پایین بود، کسلی های گوناگون بود. حیات میانه مردم در بعضی دولت ها 45-50 سال بود. میبینیم که در بعضی کشورها بعد اینه که مثلا کشورهای مثلا رو به انکشاف شدن، مثلا ژاپن یا فرانسه یا ایتالیا یا که امریکا، حیات میانه مردم بلند شد. این نشان آن هست که یعنی که انسان هم در اِوولوسیون، یعنی که در دیگرگون شوی است، در تغییری مثلا تقدیری خودش حتی میتواند نقش ببازد اگر بلندتر نگفته باشه. شما درست گفتید عبدالقادر. در حقیقت کوشش دولت های ابرقدرت در تشکل دادن، پیدا کنندن انسانی سوپر، یکی عالی هست و کارها در آنها برده شده ایستاده است. و ما هم هرچند که از جهت تکنیکی و مالیوی هرچند که قدرتمون سستر باشد، ما هم در این جاده کار کرده ایستاده ایم و انسان کامل را از ملت خود خیل بودنش رو ما مدلش رو ساخته ایم. شما عامل های دراز عمری رو گفتید، کدام ها هستن عامل های دراز عمری؟ و مثلا عامل های دراز عمری داخل میشن که یعنی که در حقیقت به انسان تاثیر میرسانند. این هست غذای درست. غذای درست؟ یعنی که غذای درست، تصور کنید که رسیدن الیمنت های لازمی، سفیده ها، چرب، شیرینی ها، ویتامین ها، الیمنت های لازمی، آب. و البته دوم عامل این حرکت است. انسانی که در حرکت باشد، یعنی فعالیت کند، موشک های فعال باشند، کاری جسمی کند، این به اون آورده میرسند که در حقیقت این فاکتور هم تاثیر میرسند، چون که کم حرکتی به فربه‌شوی میارد و فربه‌شوی این بیماری های دل و قند و هاکذا دارد. و البته انسانی که کار میکند، همین خود کار میتواند عمر انسان را دراز کند. عامل دیگر این عامل البته دمگیری هست که بسیاری ما میبینیم استراحت، فراغت است که ما کم آدمای خودمون میبینیم که مثلا به جاهای تماشا میرن جا که یگان جا رفته دم گیرن. یعنی که ما در این کم حالا میبینیم که این باعث تاسف است و بسیار مردم ما وقتی که عصبش مانده شد بالنیسه رفته خوب میکنن، یعنی بیمارخانه رفته خوب میکنن. یعنی که محمود جان میبخشید، مردم تاجیک بسیار به عزت نفسشون نرسن، بعضی هموطنان میگه که من میخوام رخصتی برایم یک عاقل کنم، خانه کنم، یعنی که مثلا شما به خاطر کاری خانه را بود کردن یا تمام کردن رخصتی میبرایم. حالا آنکه شما درست گفتید که یکی از عامل های دراز عمری این استراحت است، استراحتی با فراغت است.
یعنی آدم انسان در 12 ماه حتما یک ماه یک نیم ماه باید جدی دم گیرد بدون همه کار و همه تشویش‌های روزگار. ولی مردم ما به خاطر کار رخصتی میبرند که کار خانه را بود کنند. همینطور نیست؟ در حقیقت حالا هنوز مناسبتی مردم ما نسبت به کار، نسبت به اون مسئولیت‌های در کار و نسبت مسئولیت به بدن خود، یعنی به جسم خود و سرشت خود هنوز جابجا نشده است. و فکر میکنم که خیلی کار کردن لازم که مردم این را درک کنند. و عامل دیگری که مثلا عمر را دراز میکند این شعور طبی داشتن است. این چیزی که ما فرهنگ طب در رادیو تاجیکستان داریم و قریب یک سال شده است که آن را برده ایستادیم و مقصد این برنامه همین است که انسان برای سلامتی خود فکر کند. یکی از سبب‌های پیشروی دولت‌های خارجی همین است که آنها ناوابسته از آن که صحت هستند یا کسل هستند، سلامتی آنها در کدام حالت قرار دارد، آنها هر کوارتل هر فصل رفته از دکتر میگذرند. و متاسفانه در ما چنین شده است که برای که سلامتی خود را دیدن یا که یک آنجا اگر سپرافکی طلب کنند آن را از دکتر به دیدن میگیرند. این بسیار بسیار عامل سختی است که به سلامتی ما تاثیر می‌رساند. در آمد و رفت خارجیان که دیگر کسلی ها را وارد می‌سازند، از آن جمله بیماری اسپید و دیگر بیماری هایی که از بیرون کشور آورده میشن تاثیر می‌رساند، چون که نظارت نیست و نظارت که نباشد یک سپرافک یادی رو از کدام دکتری نباشد گرفته میشد. بگذار دکتر پولش گیرد، لیکن از نودی پا تا تاری سر او از نظر گذراند که این برای فایده آورش این است که بیماری های مثلا نو سر میزده از آن جمله بیماری های سرطان رو که نو سر میزنند آنها سری وقت یافته میشوند و یکی از عامل های کسلی هایی که انسانیت رو عمر رو کم میکند میکشد این بیماری رگ است. جناب مامور، سخنتان در دمتان شرط کرده. بسیار متاسفانه فرهنگ طب در ما حالا در مقام ضروری نیست. یعنی هموطنان ما تا آنه که از پا نافتند به بیمارخانه نمیروند، تا آنه که از حد نگذرد خطر مرگ تهدید نکند به بیمارخانه نمیروند. حالا که در جهان متمدن در دولت‌های مثلا این روزه پیشرفته هر سال یک بار انسان حتما باید از تشخیص طبی گذرد. همینطور نیست؟ من یک چیز دیگرش عجیب است که بعضی ها میگویند که من در عمرم یک اوکال نکردم. این یک فخر شده است، نرفتن نزد دکتر افتخار شده است. گویا که این افتخار است که من نرفتم پس من بخواهد بودم. نه، بخواهد آدم خواهد نخواهد در دست دکتر میافتد. پس در آن وقتی افتد که از دست دکتر هم چیزی آمدن میشود. دکتر میتواند اگر چقدر بر وقت بیماری را گیرد سری وقت همان قدر برای صحت شوی آن فایده آورتر است. چون که حالا زمان بازرگانی هست و در یک توابت یک بیماری چقدر مصرف پول زیاد مصرف می شود که آن پول رو می توانست در روزگار و زندگی خود برد. و البته عامل دیگری که مثلا انسان را عمرش دراز میکنه این مقصد داشتن در زندگی با مقصد زندگی کردن. اگر که انسان به مقصد زندگی کند و برای همون روز خود زندگی کند و گوید که نه من امروز مواد خوراکی یافتم یا که من امروز فلان کارم در برای خانه خود بود کردم، یعنی که این مقصدهای بسیار عادی هستند که در شعوری مثلا دوره عائله قرار دارند. وقتی که مقصدها عالی میشن، وقتی که مقصدها مثلا برای جمعیت خوب داشتن، برای محله خوب داشتن، برای وطنی آباد و زیبا داشتن و حتی مقصد عالی ترین انسان این بهشت و از آن عالی تر دیدار خداوند هست، اینها مقصدهایی هستند که انسان به سوی آنها حرکت میکند. و این یکی از عامل‌های میشود که انسان را قوه‌های در درون انسان هستند که آنها دائم میخواهند که ویران کنند انسان را. از آن جمله کسلی، از آن جمله یکی از آفت‌های دیگر در مردم هست تنبلی. اینها دائم انسان را خفا میکشند. و عامل دیگر این البته فعل خوب داشتن است، خاراکتر خوب داشتن است. وقتی که انسان خوی خوب، خلق و اطوار خوب دارد، این با سببگاری دراز عمری او می شود. چرا؟ چون که هر زمانی که انسان خوی خوب دارد و مناسبت نفس با آدمان می کند، آدمان با او مهر می دهند. و مهر این یک نوری است
که الکترومگنیتی که تاثیر قوتی هست که به انسان تاثیر میرساند و ببینید که یکی از سبب‌های عامل‌های کم عمری انسان این ظالم بودن است. وقتی ما با عامل‌های ظالم میگذاریم یعنی خاراکتر خوب انسان میتواند به آن بیارد که انسان دراز عمر شود. محمود جان یک لحظه راستی گپ انسان شخصا من بسیار در اندیشه میکنم در مورد تعصب. ببینید مثلا انسان یک تاجیک یک مسلمان همین دیلش کسر میشه. خب یک کلپن دیلش سوست کار میکند یا که کار نمیکند، ولی از تعصب بی‌معنی دینی و اندیشه میکند که تقدیرش چنین بوده است و باید دیلش کسر شود، باید مرد. ولی ببینید که مثلا یک کلینیکی که با ابتکاری ثروت دولتی ما در مرکزی مثلا پایتخت تأسیس شد، یک 50-60 نفر در همین کلینیک علاقه همون دیل طبابت کردن، دیل صحت شد و مثلا به حیات آسایشته و یا که حیات سالم گذاشتن. اگر همین انسانی که مثلا میگوید که تعصب، میگوید که خوب نصیبم همین بوده است، تقدیرم همین بوده است، خوب البته بعد 6 ماه میفهمد همین طور نیست. یعنی انسان جهد میکنه، خداوند شما را عقل داده است، فراست داده است، ادراک داده است، پس پای سلامتی خود باید بکشید. از اونی که مثلا 20 تیم خواهش که خیر نصیب چنین، تقدیر چنین، خیر کن همین من 36 سال عمر خداوند من داده است. یعنی که همین تعصب، جاهلی، نادانی، نادانستن اسلام، نادانستن دین حتی به مرگ آورده میرساند. همین طور نیست؟ البته لیکن کلمه نصیبش بوده است این نه آن که مفهوم حکمت یا که فلسفی است، بلکه مفهوم روانی و تسکین بخشنده است. اینکه انسان ها رو میخواهند که به همین واسطه تسکین بخشند. چون که در حدیث پیغمبر است که مرگ کفاره گناهان مومن است. که اگر که گناه نمیشد، خطا نمیشد، انسان اگر خطا نمیکرد نمیمرد. و در خود قرآن هم همین گفته شده است که 1000 سال تا 1000 سال ممکن است که انسان عمر بیند، ولی میگوید که چی طور این عمر رو گذراندن و عاقبتش مثلا که مرگ باشد. و در حقیقت بسیار چیزهایی که وقتی که من به حدیث‌های پیغمبر توجه کردم، چون که همچون خصلت‌های روانی دارند آنها، من دیدم که یک سبب‌های دیگری مثلا کم عمری این رنج بسیار بوده است. اینکه انسان اگر رنج بسیار میکرده است، سبب آن میشده است که عمرش کوتاه میشده. و در روزی عمر رو پیغمبر در سیراب، یعنی که غسل و سیراب طهارت، آب گرم طهارت کردن، مثلا در بسیار عملهای نیک، در دعای نیکو. ولی پروردگار هم در اینجا درباره مثلا عمر به شکلی مشخص گفته است که 4 چیز رو ما کشاده ماندم برای خلق کرده های خود. یکم عمر در روزی کوتاهیش، دوم روزی، سوم بدبختی، چهارم خوشبختی. اینکه چی طور میکند. مثلا من وقتی که دیدم که چرا همین کلمه خداوند گفته است که با واسطه دعا شما دعا کنید و من قبول کنم و من نوشته خدا عوض کنم، اینا دیدم در روندی مثلا اِوولوشنی حیوانات دیدیم. وقتی که مرغ در آب شنا کرد و کیر میجوست، درخواست مرغ، دعای مرغ، درخواست مرغ بود که شنا تستر کند. برای همین مرغ در بین پایش پرده پیدا شد که اینه گوییم که مثلا مرغابی دارد و روغن در پرهای او پیدا شد که همون روغن ترشوی او رو نمیماند. ببینید درخواست مرغ همین بود، یعنی طلب مرغ همین بود، همین چیز شد. محمود جان یک بار دیگر بیاین همین 4 عامل به هموطنان تکرارا بگوییم. یعنی 4 چیز در اختیار ما و شما است. خداوند ما رو در همین چیز مختار کرده است. چیا؟ یکم کمی و درازی عمر. درازی و کمی عمر. یعنی انسان میتواند عمرش رو کوتاه کند یا دراز کند. خب دوم این کمی و زیادی روزی یا ریسک. یعنی انسان در دست خودت است. مثلا یا که به قول محمد اقبال آن که فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. اینه. سوم این البته خوشبختی
یعنی انسان میتواند که خوشبخت یا بدبخت باشد. کند. نه، و بدبختی، یعنی که انسان میتواند که بدبخت شد. یکی از واسطه های مثلا که انسان بدبخت میشه این حسد است. اگر من فقط فاکتوری عامل روانیش گفتم، اگر تصور کنید که در این 4 چیزی که خداوند گفته است، بعضی علما اینو نادرست فهمیدن و گفتند که اینها ازلی هستند. ازلی هستند. و در اصل دیگر چیز ازلی است. مثلا ما تاجیک تولد شدیم، ما چنین دولت داریم، مثلا ما در سیاره زمین قد و بست و اندام، حتی که اینها را حالا هم علم میتواند تاثیر رساند، ولی همین 4 چیز کشوده مانده است. یعنی که خداوند دموکراسی بزرگ خود نشان داده است که شما فردا روز قیامت دامن مرا گرفته نمیتوانید که من کردم. خیلی که یعنی خداوند میگه که عقل شما عقل دادم، دلتون کسل شد و خیرود مراجعت کنید، دلتون نصیحت کنید. بعضی روحانیانی که مثلا متعصی و یا که مثلا بعضی از اونها که مثلا با افراط سر کار دارن یا که مثلا تعصب دارن، اونها میگن که نه، کسل شدی خواست خداوند است باید بمیری. یعنی که اختیاری انسان از دست میگیرن. و البته نفرانی که مثلا فهمیش ندارن، درک ندارن، مثلا درجه دانش و سویه معرفتشون پایین‌تر است، اونا چیکار میکنن؟ و تقدیر تن میگن و البته میمیرن. چنین هست. ولی البته این گفتاری ما و شما خود فراموش نکنیم که نسبی هست. چون که اگر که خداوند اون چیزی که اگر سخت بخواهد همان میشود، لیکن خداوند ما را دوست می‌دارد. از همین حساب با ما عقل داده است. با عقل داده است که این عقل میتواند بسیار کارهای ما را، مثلا خودی اختراع پنیسیلین، وقتی که پنیسیلین سالهای 40 داروی آنتیبیوتیکی یکم پنیسیلین اختراع شد، 10 سال عمر بشریت دراز کرد. پنیسیلین 10 سال 10 سال عمر بشریت دراز کرد. و ببینید که بیماری هایی که مثلا با شکل بسیار عمومی مردم رو فوت میکنندن، ببینید حالا بسیارشون غلبه شدن. چند روز پیش از اینترنت یک اخبار دسترس کردم، در تیبت یک 2 ساله است، در 2 ساله شد که هیچ کس نمیمیره. یعنی اونو عقل دارن، فراست دارن، طبیعت زیبا هستن، البته چنین است، روحی قوی دارن. و تاجیکان ما هم میتونن. ما در این باره که فکر کردیم به نزدیکی که سازمان ملل گفته بود که تهدید هست که کم عمری شود در تاجیکستان عزیز ما، ولی خوشبختانه ما بسیار روندها و بسیار چیزها از جهت از طرف ما که روانی و طبی آن که هست، ما آنها رو مخصوص نقشه ها کردیم که آنها خدا خواهد به دستگیری حکومت عملی میشوند. و البته انسان باید آن روند اساسی که خودی در جناب عالی هم این رو درک کرده است، یکی از سبب های دراز عمری مردم میشود این معرفت ناکی سطحی، معلومات ناکی مردم است که در مکتب توجه دارند. و البته باز بغیر از این باید ما غذای خودمان دیگر کنیم، تا آنکه ما غذایی که مردم ما خورده ایستادن این را مثلا دانشگاه تحقیقاتی غذای تاجیکستان ما اگر یا کار نکند و مثلا خودی همون میبخشید شکراب ما که یا که آش ما که از همون دوره بابایامون آمده است تا حاضر دیگرگون نشده است. چرا در همون شکراب یک دیگرگونی ها وارد نکردند؟ این نشان داده آن است که پس البته این خوب است که مردم ما اونقدر به خوردن توجه ندارن، بیشتر توجه به غذای معنوی دارن، ولی جسم سالم هم لازم است که در جسم سالم عقل سالم روح بردن نمیتواند. و البته بغیر از این باید آن چیزی که ما پیشنهاد میکنیم، همه چیز انسان در زیر شعورش قرار دارد، از آن جمله مناسبت انسان به عمر در زیر شعور قرار دارد. چون که اگر انسان رو گویند که بعضی ها میشنن میگویند که عمر ما تا ما اولاد کم عمر هستیم، یا که میگن که یا که مثلا اینا که ما اولاد مثلا دراز عمر هستن. البته این چیزها رو ما میبینیم هستن، تاثیر دارن، ولی که وقتی که ما نظر کردیم خودی ما در کارهای علمی خود دیدیم که چرا این اولاد بیشتر کم عمر میشه، دیدیم که چند سبب ها داشته است. و دیدیم که اون آدمی که عمرش اولادی که عمرشون زیادتر است، دیدیم که در آنها یکم این که غذاخوریشون فرق میکنه، دوم این که آنها بی‌نهایت آرامند، حالت روحیشون بسیار آرام است، آنها احساسی بلند ندارن، فراغت میکنن، جنجال ندارن، دم میگیرن. این چیزهایی بوده است که خوراکشون نهایت عادی هست
و دائم در کار هستند. این چیزایی که ما آموختیم پس دیدیم که میشود است و البته ما خیلی گفتیم که پس که ما را عقل بوده است میشود است به تقدیر تاثیر رساندن که تقدیر را ما به سمت دلخواه خود با اون طرفی که بخت هست، با اون طرفی که انسان عمر درازی با برکت میامد. من یک مثال دیدم و پس فهمیدم که چرا پیران سال مردن آسان بوده است نسبت به جوانان. وقتی که چهارمغزی را دیدم افتید و پوچاق او که پخته بود چهارمغز آسان جدا شد و وقتی که دیدم چهارمغز خام افتید و پوچاق او با یک مشکلی ها جدا شد، انسان هم در وقتی مثلا همین مرد شاید چنین باشد. برای همین کوشش کردم نکرد که به آن زینه‌ای که پیران سالی هست و دولت پیری میرانند خدا برساند نصیب باشد. یک جان تشکر. بار دیگر یادآور میشم بینندگان عزیزی برنامه پیوند که همصحبت ما بودند روشناس محمود کبیری و در موضوعهای گوناگون در کسی زندگی را با چشم عقل می‌نگرد هرگز فریب نمی‌خورد، اما باز فریب می‌کنیم و فریب می‌گیریم. پس تدبیر چیست؟ این برنامه 4 سو است. سلام. موضوعی که می‌خواهیم در برنامه نوبتی مورد اندیشه، ملاحظه و نظر متخصصان قرار بدهیم خیلی جدی و نازک است. این عمل‌های فالبینی و سحر و جادو است. در برنامه نوبتی اشتراک دارند استاد نادر عادلов профессор، نفیسه یونسова پسیخولوگ، محمود کبیری